سلام. امروز میخوام من ویدیو رو پیش با هم بکشم و ببینم با هم چی کنم. بریم بخیر. بابا روزا خانوم حال و احوال چی آوردی؟ آوردی بهترشی؟ باشه برو لباس عوض کن باریکلا. امروز روزا خانوم عزیز ما کوچکترین تراشگار دختر ایران اومده به باباش کمک. یه قطعه‌ای هم که آوردی برای تراش یا تاقانی که براش الگو داریم الگو رو جا میذارم. فقط من با اجازت این رو ببندم چون یه خورده سخت بسته میشه بعد شما بتراشش. اشکال که نداره؟ چه عجب. چی شد امروز اومدی پیش بابا؟ متشکرم. خیلی بیا. دومیل کار بده. تراشیدی؟ خیلی سوراخم کردی برای قلبیز. قلبیزی بستی در دستا؟ با دستگاه آخر زنی؟ خیلی خوب. داخل اینو چند گرفتی؟ 70. خیلی خوب تراشیدی همین یه دست بدون لکه. عالیه. خیلی خوب. خب حالا اینو میبندی بس آخر با دستگاه بزنی اینو میبندی بگیره. خوبه. قلاویز هم که بستی چون میخوایم با دستگاه بزنیم پس اینو میبندیم بگیره. سطح کاملا صاف باشه. تنظیمش کنم. تمام شد. این هم جای قلاویز. بدیم دوربینم نگاه کنه. الان باید پرداختکاری بشه، تمیزکاری بشه مرتب، بعد رنگ‌آمیزی، بسته بندی، تحویل به فروشگاه. درسته؟ کار قسمت تراشکاری تمام شد. حالا باید قسمت پرداختکاری و رنگ‌آمیزیش مانده. عالیه. دست شما در نکنه. این از نتیجه کار من و ممنون که ما رو یادتون نمیره.